پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام. بالاخره پلیس راهور تصاویر دوربین مدار بسته از لحظه درگیری آقای عنابستانی به عنوان نماینده مجلس با پلیس راهور، یا بهتر بگیم با سرباز پلیس راهور، رو منتشر کرد. در تصاویر دوربین‌های مدار بسته به وضوح می‌بینیم که خودروی نماینده مجلس قصد داره که وارد خطوط ویژه بشه و ترافیک سنگینی رو هم ایجاد میکنه که پلیس راهور میگه که شما مجوز استفاده از خطوط ویژه رو ندارید و بعد از اون هم نماینده مجلس از ماشینش پیاده میشه و به جر و بحث با این پلیس راهور میپردازه و گویا گفته شده که در این لحظه سیلی رو هم به گوش این سرباز میذاره. البته تصاویر با کیفیت بالا در رسانه ها منتشر نشده که بعد ببینیم که چرا پلیس راهور تصاویر فول اچ دی یا تصاویر با کیفیت بیشتر رو در اختیار رسانه ها قرار نداده. شاید یک دلیل علمی، سیاسی و شاید امنیت کشور باشه این تصاویر باشه که قصد ندارن که تصاویر رو با کیفیت بالا در اختیار رسانه ها قرار بدن. از اون طرف پلیس هم گفته بود که مستندات لازم رو در اختیار داره و قصد داره که در دستگاه قضایی از این نماینده مجلس شکایت بکنه. میدونید که طبق قانون این حرکت نماینده مجلس 3 تا 6 ماه حبس رو براش به همراه خواهد داشت. اما این نماینده مجلس فکر میکرد که این اتفاق هم مثل سایر اتفاقات و قلدری سایر نماینده مجلس که ما دیدیم در ماها و سالهای گذشته که تا تونستن از جایگاه و قدرت خودشون سوء استفاده کردن، این قضیه رو میتونه ماستمالی بکنه. بنابراین بعد از انتشار این اخباری که گفته شده بود که این نماینده مجلس سیلی زده به صورت یک سرباز و طوفانی از حاشیه‌ها رو در شبکه‌های مجازی به همراه داشت، بلافاصله مصاحبه کرد و حتی در وبسایت رسمی خودش هم که اعلام کرد که این قضیه اتفاق نیفتاده و من حتی از ماشین خودم هم پیاده نشدم. و جالب بدونید نماینده مجلسی که کار تصویب و نظارت قانون رو داره چقدر راحت و ساده دروغ میگه، در حالی که فکرش هم نمی‌کرد که پلیس راهور بخواد تصاویر دوربین‌های مداربسته رو در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بده. از اون طرف واکنش آقای غلامرضا مقیسه، امام جمعه سبزوار هم که شهری که آقای عنابستانی در اون نماینده مجلس هستم جالب بوده و کلا صورت مسئله رو شستن گذاشتن کنار و گفتن که مسئله سیلی به سرباز راهور موضوعی نیست که عده بزرگش میکنن، باید قوه قضاییه ورود بکنه و فیلم بردار رو پیدا بکنه. مراقب باشید که دشمنان این نظام دنبال دامن زدن به این اتفاقات پیش و پا افتادن. ببینید اگه شخصی سیلی میزد به گوش این امام جمعه، فکر کنید که امام جمعه سایر طلاب چه واکنشی رو نشون میدادن. پس سیلی زدن به گوش یک سرباز رو یک موضوع ساده میدونن، اما سیلی زدن به گوش خودشون ببینید چه واکنشایی رو داره. ماجرا از این قرار بودش که لحظه‌ای که آقای عنابستانی داشته از خطوط ویژه استفاده میکرده، سرباز جلوش رو گرفته ده. بریم تیکه هایی از این فیلم رو ببینیم. فیلم بگیر، اول فیلم بگیر از همه چیزش. کلی ترافیک رو انداخته. یه دونه ماشین عابد اکبری هستم، سر دروازه دولت شیفتم. این ماشین اومده، رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه، به من گفته لاشی. منم جوابشو دادم، بهش گفتم بچه خوشگل. خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم هم اون قسمت دروازه دولت و قبل پلوایی دوربین هستش. ایشون نماینده مجلس کل شهر رو به هم ریختن، کل شهر، کل همه جا رو بسته که میگه من نماینده مجلسم. میگه من نماینده. آقا شما آقا ایشون چک زد، من شاهدم. چک زد ایشون مردم رو گرفته دیگه. نماینده مجلس 1000 نفر گرفته. نماینده مجلس کل شهر رو هم که نباید چیز شما رو بزنه. واسه چی باید مأمور شما رو بزنه؟ زد مأمور شما رو زد. همین آقا. همین آقا. آقا چی ضربه میزنه؟ نکن آقا، نکن. 30 تا ماشین میاد. نکن مردم. آقا بگو بزنه. دولت هم میبرید. بزن بره بغل.
آقا جمع کن کازه خودت رو برو بینم بابا. ترافیک رو انداخته نماینده مجلس. ترافیک رو انداخته تو کجا رفتی؟ از اون طرف در حالی که امام جمعه سبزوار پشت این نماینده مجلس در میاد و به جای اینکه از قانون دفاع بکنه از رانت لابی داره دفاع میکنه، صحبت‌های مادر این سربازی که سیلی تو گوشش خورده بود هم تلخ هستش که گفته که شبی که این خبر رو شنیدم از قصه نتونستم بخوابم، اما به پسرم افتخار میکنم که قانون رو اجرا کرده. بریم صدای مادر آملی رو که به عنوان راننده سرویس هم فعالیت میکنه و این روزها به دلیل شیوع کرونا هم بیکار شده بشنویم. اینجور ما دیشه یعنی از این اون شنیدی من نمیرسه بروز نداد تو سر من که چی خبر شده. 2-3 روز ظاهرا تمام با فیلمش پسل باباش هم رفت تهران ببین چیکار میتونیم بکنیم. من خودم سر کارم مامان من این شماره من مامان شماره. شما شاغلید خودتون؟ من راست آقا سرویس مدرسه بودم. آب چما خدمته؟ پسر من دقیقاً سوم برج تو 6 ماه. 6 ماه خدمته؟ بله. بعد مدرکش دانشگاه 3 سال خوند نتونست تمام کنه، فوق دیپلم نیمه ناقص گذاشت، دانشگاهشو ترک کرد. عزیز مادری که با چنگ و دندون بچه‌شو بزرگ می‌کنه حالا یا دیشب تا صبح نتونستم از غصه بخوابم. هیچ اتفاقی نمیفته. یه مادر اگه تمام دنیا پشتش مادر نمیتونه. درست. مادری که با چنگ و دندون بچه‌شو بزرگ میکنه سخت. من از وقت چون من نبتم دونسته که حال بد بونه 2 روزی به هیچ عنوان به من خبر نده. به جز تمام عکسش تو گوشی پخش باید، چون من گوشی لمسی ناشتم از اتراسیان ببرمسه میوستی اینجوری باید. فقط 1 روز دارشم من مرا وقت داده به حدی من یعنی من نمیدونستم قبول کنیم حضر به عنوان یه مادر یا نه. از وقتی بفهمست من فکر کنم مردم برای من خیلی راحت تر. بله خوش شما مادر داره میگه. بله فکر کن مادری که سرویس مدرسه کرونا بیکار کرده، پدرم کار کنه، مادرم به موقع فروشی کار کنه، تیکه کنه که خرج بچه‌هاش بگیره. چیکه من عزیز مدد بابم به عنوان یه مادر اینقدر گم قصه آبی تو دلم همیشه که دیگه دنبال هیچ چیز دیگه نمیرم. ممکنه پسر من پیش چشم بالاها چیزی به شمار نیه خب، ولی پسر من برای من که یک مادرمه تمام دنیای منه. بله 100%. آبی جان منه، نفس منه. من حتی هر جای دنیا که برای محافظ پسر خودم هم از مهر مادری خودم که به اومد 2 تا، یکی جسم خود منه، یکی روح مادری منه. بله. من هر جا بورم برای محافظ پسر خودم شما. ممکنه به چشم بالاها بچه یک چیز سرباز ناچیزیه، ولی بچه برای یک مادر جان مادر. الان همین آقای من ممکنه یک سرباز جلوی چشم نماینده یا بالاها دیده نبود، ولی برای یک مادر فرزند یعنی نفس، یعنی دنیا، یعنی یه قبول کنم مادر هر کاری برای بچه خودش کنه دیگه. مگه یک مادر چقدر برای خودش کنه؟ من الان میگم فقط این حرف منه که نه که من بلکه همه مادرها تمام دنیا و چشم فقط این صبح که بیدار بونه فقط به امید بچه خودش بلند بونه. منم الان دقیقاً امروز 1 ماه بچه‌مو بود سال 1 ماه یعنی آب 6 ماه خدمته، 1 ماه مرخصی نمون. نفس آبد دنیای آبد یعنی همه چی منه. من برای این پسر خودم هر جای دنیا بابو با مهر مادری پیش شما. بله صدای تلخ و مصاحبه تلخ این مادر رو شنیدیم. تو سالهای گذشته هم ما شاهد حوادث مشابهی از مسئولین بودیم که بدرفتاری‌های زیادی رو نسبت به خبرنگارها و حتی پلیس راهبر و کارمندها داشتن که چند نمونه از اونها رو برای شما میگیم. در فروردین سال 96 آقای عباس آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی خیلی شیک و مجلسی به یک خبرنگار توهین کرد. چند ماه بعدش یعنی مرداد 96 حمدالله کریمی به عنوان نماینده مجلس بینی یکی از افسران پلیس راهبر رو شکست. 1 سال بعدش
آقای محمد باسط درازی نماینده مجلس فحاشی کرد به یک کارمند گمرک. چند وقت بعدش یعنی فروردین ماه سال 1398 غلامرضا شریعتی به عنوان استاندار خوزستان برخورد توهین‌آمیزی با یه عده از مردم داشت. در آذر 99 هم در ویدیو قبلی گفتم باسپورس بابلی سیری به گوش سرباز زد و جالبتر از همه این اتفاقات این هستش که برای هیچ یک از این افرادی که وزیر بودن، نماینده مجلس و استاندار و باسپورس بودن هیچ گونه تنبیهی صورت نگرفت. وقتی که همه این افراد به خودشون اجازه میدن که بیشترین بدرفتاری‌ها رو انجام بدن، خب طبیعتاً اونا میگن خب ما از قدرت و رانت و لابیمون استفاده میکنیم، هیچ کسی هم نمیاد به ما اعتراض بکنه و بعد از اون هم هر کاری دلمون بخواد میکنیم. برای همین نماینده مجلس به خودشون اجازه میدن سیلی به گوشه شخص بزنن یا بدرفتاری و توهین بکنن. امیدواریم که دستگاه قضا شدیدترین تنبیهات رو برای این افراد در نظر بگیره که به خودشون جرأت ندن دیگه این گونه بدرفتاری ها رو انجام بدن. در صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. از این افتضاحی که این نماینده‌های مجلس و مسئولین ببرید.